شما در حال تماشای ویدیوی آموزشی از ایران هاکی تیم هستید. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت ببرید. امروز میخوایم که خطاها و جریمه ها رو به طور خیلی مختصر مورد بررسی قرار بدیم. وقتی بازیکنی خطا میکنه، داور دستشو بالا میاره تا زمانی که تیم خاطی مالک پاک بشه. بعدش سوت میزنه و بازیکن خاطی به پنالتی باکس میره تا زمان جریمش رو سپری کنه. 2 دقیقه جریمه ماینر و 5 دقیقه جریمه میجر. وقتی بازیکن خاطی تو پنالتی باکسه، تیم اون شورت هندد محسوب میشه و به این معنی که بازیکن کمتری نسبت به تیم حریف روی یخ داره و تیم حریف تو وضعیت پاور پلی قرار میگیره. اگر یک بازیکن دیگه هم از تیم خاطی خطا کنه، اون هم باید به پنالتی باکس بره. در مورد خطاهای بعدی، زمان اونها شروع نمیشه تا زمان جریمه خطای اول تموم بشه که به اون دیلیت پنالتی میگی. خب اگه بخوایم در مورد خطاها صحبت کنیم، خیلی متنوع و زیاد هستن که نمیشه به همشون پرداخت، مثل تریپینگ، هوکینگ، سلشینگ و بوردینگ که یعنی یه بازیکن رو با ضربه خیلی محکم به برد بزنیم. های استیکینگ، وقتی چوبو بالاتر از شونه حریف بیاریم و ضربه بزنیم که اگه ضربه باعث خونریزی بشه دبل ماینر میگیره و 4 دقیقه توی پنالتی باکس میمونه. کراس چکینگ، وقتی بازیکن چوبشو با 2 دست میگیره و بازیکن حریف میزنه. و در آخر دیلی آف دی گیم. و راههای زیادی وجود داره که شما مرتکب این خطا بشید و البته آخرین خطا فایرینگ. تو بازی هاکی خطاهای متنوع با زمان جریمه مختلف وجود داره که مبحث تخصصی و طولانیه. امیدوارم توی این ویدیو با رایج‌ترین خطاها آشنا شده باشید تا تو ویدیوهای بعدی مفصل اونها رو بررسی کنیم.